سخن نمودند از زحمت‌های شادروان مرادالله شیرعلیزاده که واقعا یک انسان خیلی معتبر بودند، اهل معرفت بودند، اهل فرهنگ بودند، اهل قلم بودند و خود محفل امروزه شهادت آن است که چه شخصیتی بودند و چه انسان‌های دوستانه ایشان بودند. سعدی بزرگوار گفته است اگر شب‌های پردهشت نمی بود نمی‌دانست سعدی قدر امروز. حقیقتاً آن روزهای پردهشتی که در ابتدای سالهای 90 به سر ملت ما آمدند، آنها را ما باید هیچگاه فراموش نکنیم، آنها را یاد کنیم و خلقمان را همه وقت هشدار دهیم که هیچگاه خدا نکند که در تاریخ ملت تاجیک چنین روزهای ننگین و سیاه تکرار شوند.